قرب پل ملی قزاقستان در پی قرار حکومت جهت آزاد کردن قرب تنگه به شدت پایین رفت. در پی این اعلان روز 20 آگوست سروزیر کریم اسیموف، تنگه بلافاصله در مقابل دلار 26% قربش را از دست داد. اقتصاد قزاقستان که کشور تولید کننده نفت است، در پی کاهش نرخ نفت در بازار جهانی دچار مشکلات شده است. حکومت قزاقستان میگوید در پیشبینی‌های اقتصادیش بالای از این هم پست‌تر شدن نرخ نفت حساب می‌کند. زنان مسلمان از کشورهای آسیای مرکزی در بیشکک پایتخت قرقیزستان در یک همایش بخشیده به تهدید تندگرایی مذهبی در این منطقه گردی هم آمدند. اهل همایش گزارش‌ها درباره شمار افزاینده زنان از آسیای مرکزی در صف گروه تندرو جنگی دولت اسلامی را بررسی کردند. این همایش را متکلم، یک سازمان غیر دولتی قرقیزستان که زنان مسلمان را متحد می‌کند، همراه با یک سازمان بین‌المللی حل نزاع‌ها با نام Search for Common Ground تشکیل کرده‌اند. یک هیئت کنگره آمریکا از پریشتینا پایتخت کوسوو بازدید و با پرزیدنت، سروزیر و دیگر مقامات ارشد این کشور ملاقات کرد. این وکیلان از گروه چند حزبی مشارکت دموکراتی مجلس نمایندگان آمریکا میباشند. دو جانب راه‌های رشد اقتصادی کوسوو و مسائل مربوط به حکم قانون در این کشور را که در سال 2008 از سربیا کسب استقلال کرد بحث کردند. مقامات یک منطقه قبیله‌نشین پاکستان معرکه 12 روزه واکسن زنی کودکان از ویروس بیماری سرخکان را به راه انداختند. گروه‌های طبی در آژانس مهمن، یک بخش مناطق قبیله‌نشینی تحت ماموریت فدرالی پاکستان، کودکان از 6 تا 10 ساله را از سرخکان واکسن می‌زنند. در مجموع واکسن زدن 180,000 کودک در این 12 روز در نظر داشته شده است. از سال 2000 به این طرف موردهای گرفتاری به سرخکان در پاکستان 70% کاهش یافت، ولی این بیماری مرگاور در شمال کشور هنوز وجود دارد.